سلام خدمت زنبورداران عزیز. عزیزان، یکی از مشکلاتی که زنبوردارا باهاش دست به گریبانن مشکل حمله خرس. حمله خرس معمولا تو مناطق کوهستانی اتفاق میفته و خدا نکنه که خرس جای بونتون رو یاد بگیره و عسلش بره زیر زبونش. هر شب میاد یک کندو نوش جان میکنه و خرس‌ها هم معمولا حالا اگر بالغ باشه و بزرگ باشه خیلی حرفه‌ای تر یک کندو انتخاب میکنه، میبره اون طرفتر و خوردش میکنه و میخوره. اگر خرس جوان باشه و کم سن و سال باشه همون داخل زنبورستان این کار رو انجام میده، ولی خب چون که بدنش میخوره به سایر کندوها بقیه زنبورا نیشش میزنن و سریع متواری میشه. اگر خرسی جای زنبورستانتون رو پیدا کرد، فقط و فقط صرفاً بلند شین و جابجا شید. هیچ کاری نمیشد کرد. این زبون بستم اومده شکم خودش و بچه هاشو سیر کنه و در حقیقت ما رفتیم تو حوزه استحفاظیش و کل این مناطق مال این خرس آدمی زاده که جمعیتش به شدت زیاد شده. خدای نکرده آسیبی بهش نرسونید، ما محیط زیستمون به شدت در خطره. روزگار خوش.